10 سوم میتیم یک تا خونده ته سوره 10 سوم چی با 1 سوم میگوی 10 سوم میتیم یک تا سوره خونده ته چه نامرد بچه کازیول گو نمیدادگی تا گو همه چیز گو حلال کرده گیر پولتا هم تو حرام نگیرده صدقه کن گفته برای چی صدقه میکنم خب من 10 سوم میتیم اول تو خونده میتی بعد میتیم میشن من نمیدونم اگر نمیدونی نمیتیم چی با کی حلال نمیشد حلال میشه چی به حلال نمیشه تو 4 موچلت ساق باشی خیلی حلال میشد تو کار کن بگیر کار نمیکنی کی میتید در تو پروست خدایو لیگه صدقه قلین اتشته تکوی شته تکا چی گفین میخوام میتیم فقط یک تا سوره خونده ته من کم تر سوره امین بسم الله الرحمن الرحیم آها بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم دوام دارد گفتن الله اها احد باشه من تو بگم نه تو من گوید من به شما سوین اثرش خونده میتیم من یک بار خونده دادم که با چی خیلی یاد دیم ده تو بسم الله الرحمن الرحیم الله اها رشته من گم بده تو من یک بار گفتم که سیام که نکنید خواهد سیام که کروسم اینترنت ویس اینترنت میبینم اگر نتی که حاضر گفته نتی من با هیچ کس صدقه نمیکنند شما میدونی حاضر خونده میتی میره نکی 10 سوم میتیم لبزم حلال دمه شما گفته فیه بسم الله الرحمن الرحیم تو من با 10 سوم میتی